قارچ کوفتیه. این قارچ پوفبال دودیه. وقتی دست بهش میزنی دود بلند میشه و خوراکی نیست. این چه قارچ کوفتیه؟ این قارچ کلاه جوهریه. خوردنش بهت اعتماد به نفس کاذب میده، پس بهتره نخوریش. این دیگه چه قارچیه؟ این قارچ پوست پرتغالیه و خوردنش باعث اختلال سیستم عصبی میشه و حتی ممکنه تا 6 ساعت مدام بخندید و کلیه درد بگیرید. این دیگه چه قارچ کوفتیه؟ بهش میگن فلای آگاریک یا همون پرواز آگاریک. اگه بخوریش شاید بتونی با خدا ملاقات داشته باشی، چون واسه یه هفته دیوونه میشی. این دیگه چه قارچ کوفتیه؟ بهش میگن قارچ اسپور سبز. اصلا نباید بخوریش چون اسهال میشی و تا 1 ماه هر روز تو دستشویی باید بخوابی. این دیگه چه قارچیه؟ بهش میگن قارچ عسلی و در واقع طعم خیلی خوبی داره، اما اوناییش که خوردنیه خیلی کمیابه. این دیگه چه قارچیه؟ بهش میگن قارچ بامبو، چون دقیقا عین بامبو رشد میکنه و تا چندین سال هیچ رشدی نداره. بسیار خوشمزه و البته گرونه. این دیگه چه قارچیه؟ بهش میگن قارچ آبی بولت. فوق‌العاده سمیه و رنگ بسیار زیبایی داره. این دیگه چه قارچیه؟ این از همون خانواده بولت هاست، اما خوردنیه. این دیگه چه قارچیه؟ این قارچ مورله، یکی از خوشمزه ترین و گرونترین